قضیه 200 میلیون چیه؟ قضیه 200 میلیون دوستان، من میخواستم برای ادامه تحصیل و میخوام به آلمان برم. هزینه بلیط و این مخارج اونجا و اون ماه اول و اینا من جمع زدم 150 بین 150 تا 200 میلیون میشد. و من چون ماشینمو نمیخواستم بفروشم، میخواستم بذارم تو خونه باشه و پدر مادرم اذیت نشن، تو ایران بمونه، تصمیم گرفتم به پدر مادرم اون اول گفتم که من تا اونجایی که بشه کار میکنم و پول جور میکنم، 200 میلیون رو جمع میکنم تا اونجایی که بشه و اگه هم شد با پول کمتری میرم و مابقیش اگه هرچی موند، چون 6 ماه وقت داشتم که حالا دیگه این دروغا رو از من پخش کردن و دیگه حالا نتونستم برم سر کار و به مشکل خوردم واقعیت. که بازم میگم انشالله خوشی تو زندگی اون فردی که پخش کرده کم بشه، چون خوشی و زندگی منو همه چی منو به هم ریخت. آره من گفتم ما بقیه اون چیزا قرض میگیرم یا وام میگیرم و وقتی که رفتم آلمان پرداخت میکنم. حالا اگه من جایی با شوخی گفته باشم این 200 میلیونو، شاید اون یه تیکه رو مثلا برداشته پخش کرده. شاید براتون سوال بشه که این 150 میلیون رو چجوری من تو 6 ماه خواستم جور کنم. ای کسایی که تاکسی های اینترنتی کار کردن میدونن که تو 6 ماه تقریبا میشه 150 میلیون رو جور کرد.